بسم الله الرحمن الرحیم. حدی اقل نماز جمعه آمدنی شدی، یک دوست و برادر زنگ بزن بگو برادری عزیز روز جمعه برات مبارک باشه، خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگردانه. برادری عزیز که فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیت در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم بگو برادری عزیز بخی غسل که سر بدن بشو. برای مسلمان سنت است که هفتش یک بار سر بدنش پاکیزه کنه و به سوی نماز جمعه روه. بخی سر بدن که بشوده نماز جمعه بروی. امروز روز ذکر و یاد خدا است، امروز روز عبادت و بندگی خدا است. تنها باید نیای به سوی مسجد، حدی اقل شخصیت را همراه مسجد بیاری. و آخرش و حافظون لحدود الله، شخصیت هایی که به مؤمنی حقیقی هستند حدود الله گفته مرز خدا را میگن. حد حکم و قانونی که خداوند یعنی امر کرده است ای را حفظ کردن، یعنی از خطی کشیده پروردگار بیرون برآوردن. هر چیزی خدا برات امر کرده است امر خدا را به جا آوردن. در تفسیر این آیات مفسرین یک حدیثی را مثال میارن. برادران بزرگوار، ما و شما در دنیا میبینیم دریاها هستند که حد و کنار ندارن، چقدر عظیم و بزرگ. وقتی در صحراها نشان میدهند چقدر شمالهای سخت میشود. برادری بزرگوار، اگر دریا پیش راهش بند بخوره، آبش از اون یعنی دریا بیرون شود، میدانی بروی عالم چی میآید؟ چند شهر را ویران میکنه. اگر دریا از خطی کشیده الله بیرون برآمد چند آبادی ویران میکنه. اون شمال هایی که در صحراها میشوند، اگر اونها خداوند اون ملائکه که وابسته به شمال است امر کنه که این شمال به شهر پیرم ببره، ببین که چقدر شهر پیرم به خاک یکسان میشود. اون شمال فقط جاش اون صحرا و چول هست. چی نوعی که دریا اگر از جاش بیرون شد یک جای ویران میکنه، شمال اگر به سوی آبادی آمد ویرانه میکنه. برادری بزرگوار، اگر من و تو هم از خطی کشیدگی الله رب العالمین بیرون برآمدیم، ما هم یک عالمی را تبدیل میدهیم. جنت خود را تبدیل به دوزخ میگردانیم، خوشبختی خود را تبدیل به بدبختی میگردانیم، خرسندی و شادی را تبدیل به غم و ناراحتی میگردانیم. برادران عزیز بزرگوار، از خطی کشیده الله بیرون برآمدن یعنی یک عالمی را دیگرگون کردن است، از راه جنت بیرون شدن است، از خرسندی و شادی دنیا و آخرت دور شدن است. برادری عزیز بزرگوار، ما و شما باید به خود بیاییم. ما بنده هستیم، ما باید بندگی داشته باشیم، باید از بندگی خدا بیرون نشویم. ما و شما برادران عزیز بزرگوار، عزیزای خدا حکایت میکنن یک شخصیت بسیار یعنی دوستی خدا بود، انسانی بزرگی بود، به درجه عالی رسیده بود. از حضرت روز شاگردا پرسیدن، گفتن حضرت استاد شما کی هست؟ خیلی استادی به فیضی داشته، آیا شما را کی تربیت کرده است که چنین درجه و مقام عالی را از خود کرده؟ به چه خاطر استاد پرسیده می شود؟ به خاطری که استاد پرفیض بوده است، مربی خوب بوده است، تربیت کننده بهتر بوده است. تن حضرت استاد شما کی است؟ کی شما را تربیت کرده است که چنین بزرگ گردیده، چنین بزرگ گشته؟ این شخصیت چی جواب گفتن؟ گفتن استاد من یک غلام است. سبحان الله، امروز غلامداری نیست بین ما برادر. زمان پیش مردم مثل غلام بر این می خریدن، مردم می بردن کارشون می فرمیدن، اختیارش در خودش نبود. بیچاره مثل مال بر این، مثل حیوان بر این فروخته می شد. الحمدلله که در دور زمان ما غلامداری نیست. از حضرت پرسیدم، گفتن حضرت استاد شما کی است؟ گفت استادم یک غلام است. گفتن چی نوع غلام؟ گفت من در وقتش دارنده بودم، بای بودم، بازار غلام خری رفتم در بین مردم نگاه کردم، یک غلام خیلی بلند قامت بزبله. میگه نگاه کردم گفتم هر جا کرده بزبله هست، بلند قامت است، این بسیار کارگر است. در اصل انسانی میدجی است، در کارم قبول نمیکنه، میگن ستیل برداشته نمیتونه، رسوارت میگن چی میگن برداشته نمیتونه. میگه قبول کردم، گفتم اینا من میگیرم. نزدش رفتم، گفتم ای غلام
من تو را خریداری میکنم، من تو را میخرم. آیا نام تو چی هست؟ چی نام داری؟ میگه غلام گشت به سوی من گفت که هر چیزی که بگویی، هر چیزی بگویی نامم همون است. میگه گفتم ای غلام من تو را میخرم، خوراکی تو چی هست؟ تو چی میخوری؟ آیا عادتی که دائمی مولای پیشنه تو را طعام میداد چی بود؟ میگه غلام گشت گفت که هر چیزی که برام بودی، هر چیزی بودی خوراکی من همون است. بعد از آن گفت سیوم بار با پرسیدم تو ای غلام من تو را میخرم، خواهش تو چی هست؟ گفت هر چیزی که تو بخواهی. گفت هر وقت هر سوالی از غلام میپرسیدم غلام وابسته به خودم میکرد، میگو هر چیزی که بودی خوراکم همون است، هر چیزی بگوی نامم همون است، هر چیزی که تو بخواهی خواهشم همون است. بعد از اون میگه وقتی سوالها ما تیار کردم غلام یک آهی سر کشید. گفت غلام چی و خواهشش چی؟ غلام باید خواستی صاحبش نگاه کنه که صاحبش از او چی میخواهد. میگه این سخنی غلام من یعنی در فکری خودم گرفتم و تفکر کردم، فکر کردم غلام چی و خواهشش چی. برادری عزیز بزرگوار، من و شما دعوا داریم که ما بنده الله هستیم، ما را چی و خواهشمون چی؟ ما باید خواستی او را نگاه کنیم که او از ما چی میخواهد. الله رب العالمین از ما چی میخواهد؟ باید خواستی الله به جا بیاریم، نه اینکه خواستی یعنی شیطان و خواهش نفس و خواهش دیگر. ما بنده الله هستیم، باید ما بنده خوب باشیم، بندگی خدا را به خوبی به جا بیاریم. در آخر این آیت رب العالمین گفت و بشر المؤمنین، بشارت بده، بشارت ده مؤمن ها را، مؤمن های حقیقی را، بشارتی به جنت، بشارتی به نجات، بشارتی به خوشبختی دنیا و آخرت، بشارت بده که اونها دنیا و آخرت خود را آباد کردند. شخصیت هایی که این نه خصلت داشته باشن برای اونها بشارت بده که اونها دنیا و آخرتشون آباد کردند. برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت داشته باشیم که این نه خصلتی که رب العالمین گفتن برای مؤمن کامل هست، ما در حیات اینها را عمل